سلام. امروز به درخواست شما میخوایم بریم سراغ چند تا منبع خیلی جالب که یک ادعای خیلی بزرگ رو مطرح میکنن. منابع ما نوشته‌های دکتر جمال بدوی، مجید راسی و البته سخنرانی‌های شیخ احمد دیدات هستن. کار ما اینه که مثل کاراگاه‌ها به متون مقدس اسلامی و مسیحی نگاه کنیم و سرنخ‌هایی رو دنبال کنیم که این نویسنده‌ها معتقدن همگی به یک نفر اشاره دارن، حضرت محمد. دقیقاً. یعنی مأموریت امروز ما اینه که منطق این استدلال‌ها رو بشکافیم. این منابر تلاش نمی‌کنن که صرفاً یه لیست از پیشگویی‌ها بدن، نه. اونا سعی دارن یک روایت منسجم ارائه بدن. روایتی که توش ظهور اسلام یه اتفاق ناگهانی نیست، بلکه حلقه نهایی در یک زنجیره طولانی از پیام‌های الهیه که تو یهودیت و مسیحیت شروع شده. در واقع اونها حضرت محمد رو به عنوان جانشین طبیعی و پیشگویی شده حضرت مسیح معرفی می‌کنن. پس انگار یک جور بازخوانی تاریخ ادیان از یک زاویه خیلی خاصه. بسیار خوب. اولین سرنخ ما از کجا شروع میشه؟ قاعدتاً باید از خود قرآن باشه. بله، نقطه شروع دیدگاه خود اسلامه. توی قرآن سوره 61 آیه 6 از زبان حضرت عیسی نقل میشه و مژده دهنده به پیامبری هستم که پس از من میآید و نامش احمد است. نویسنده های این منابع بلافاصله میرن سراغ این نکته که احمد و محمد هر دو از یک ریشه میان، از ریشه عربی حمد به معنی ستایش. پس در واقع یک اسم محسوب میشن. این آیه به همراه اون حدیث معروف پیامبر که میگه من دعای پدرم ابراهیم و مژده‌ای هستم که عیسی داد، سنگ بنای این باوره در اسلام. جالبه. پس از دیدگاه اسلامی این یه پیشگویی مستقیم و صریحه از زبان خود حضرت عیسی. اما این منابع فقط به قرآن اکتفا نمی‌کنن، درسته؟ یعنی اونها ادعا می‌کنن که شواهد این پیشگویی توی خود کتاب مقدس مسیحیان هم هست. دقیقاً. و اینجا جاییه که بحث واقعاً پیچیده و البته خیلی جذاب میشه. تمرکز اصلی اونها روی انجیل یوحنا و یک کلمه یونانی بسیار مهمه، پاراکلیت. این کلمه پاراکلیت توی ترجمه‌های مختلف به تسلی دهنده، مدافع، مشاور یا یاری دهنده برگردونده شده. حضرت عیسی توی انجیل یوحنا چندین بار وعده اومدن این پاراکلیت رو میده. خب، هویت این پاراکلیت دقیقاً چیه؟ چون تا جایی که من میدونم تفسیر رایج مسیحی با چیزی که این منابع میگن زمین تا آسمون فرق داره. کاملاً. در دیدگاه غالب مسیحی پاراکلیت همون روح القدس هست. اونها به اتفاقی به نام پنتیکاست اشاره میکنن که توی کتاب اعمال رسولان شرح داده شده. حدود 50 روز بعد از عروج مسیح، حواریون دور هم جمع بودن که ناگهان روح القدس بهشون نازل میشه و شروع میکنن به زبانهای مختلف صحبت کردن و این شهامت رو پیدا میکنن که پیام انجیل رو به همه جا برسونن. از دیدگاه مسیحی این همون تحقق وعده عیسی بود. روح القدس اومد تا کلیسا رو هدایت کنه. پس از دید اونها این پیشگویی کاملا محقق شده توی همون تاریخ اولیه کلیسا. حالا منابعی که ما داریم این تفسیر رو به چالش میکشن. میگن نه، این پاراکلید یک روح نیست، یک انسانه و در واقع خود حضرت محمده. این یه ادعای خیلی بزرگه. استدلالشون چیه؟ اونها برای این ادعا به جزئیات کلمات خود حضرت عیسی توی انجیل یوحنا استناد میکنن. اولین و شاید مهمترین نکته توی انجیل یوحنا فصل 16 آیه 7 هست. عیسی میگه اگر من نروم آن تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. این منابع میگن به این شرطی بودن جمله دقت کنید، اگر من نروم او نخواهد آمد. یه لحظه. پس استدلال اصلی اینه که این جمله داره به یک جانشین اشاره میکنه، نه یک نیروی معنوی که همیشه و همه جا هست. روح القدس که قبل از رفتن عیسی هم وجود داشته، درسته؟ دقیقاً، نکته همینه. اونها میگن روح القدس به عنوان بخشی از ذات الهی طبق باور مسیحی همیشه حاضر بوده. مثلا در زمان خلقت یا توی تعمید خود عیسی.
پس چرا باید اومدنش مشروط به رفتن عیسی باشه؟ این جمله بیشتر شبیه اینه که یه مدیر بگه تا من از این سمت کنار نرم مدیر بعدی نمیتونه بیاد. این منطق یک جانشین انسانیه. نکته خیلی جالبیه. مورد دیگه‌ای هم هست؟ بله، نکته دوم باز هم یک کلمه کلیدیه. توی یوحنا 14:16 عیسی میگه و من از پدر خواهم خواست و او تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد. منابع ما روی کلمه دیگر تمرکز میکنن. اونها میگن عیسی به عنوان یک تسلی دهنده در میان قومش بود و حالا وعده یک تسلی دهنده دیگر مثل خودش رو میده. یعنی یک انسان دیگه. آره، یک شخص دیگه مثل خودش. و این با مفهوم تثلیث در تضاده؟ استدلالشون همینه، چون توی باور مسیحی به تثلیث یعنی پدر، پسر و روح القدس اینها ذات یکسانی دارن. پس روح القدس یک وجود کاملا مستقل و دیگر به حساب نمیاد. استفاده از کلمه دیگر نشان دهنده یک هویت جداگانه و مشابه خود عیسی است. پس تا اینجا 2 نکته خیلی جالب زبانی داریم. یکی اون شرطی بودن اومدنش و اون کلمه دیگر. دقیقاً. و اون کلمه دیگر. نکته سومی هم وجود داره. بله، و این یکی شاید از همه مستقیم تر باشه. در یوحنا 16:13 ویژگی‌های پاراکلیت توضیح داده میشه. او از خود سخن نخواهد گفت بلکه آنچه را میشنود بیان خواهد کرد. شیخ دیداد و دکتر بدوی اینجا یک سوال اساسی مطرح میکنن. میگن اگر پاراکلیت خود روح القدس و بخشی از ذات خدا باشه، چرا باید از یک منبع دیگه بشنود تا حرف بزنه؟ مگه خود اون منبع کلام الهی نیست؟ که این توصیف دقیقاً با مفهوم وحی توی اسلام همخونی داره. پیامبر کسیه که کلام خدا رو میشنوه و بعد بدون کم و کاست منتقلش میکنه. دقیقاً. و اینجاست که اونها این آیه از انجیل رو مستقیما میذارن کنار آیه 3 و 4 سوره نجم توی قرآن که درباره حضرت محمد میگه. و او از روی هوس سخن نمیگوید. این نیست جز وحیی که به او فرستاده میشود. این تطابق توی شنیدن و سپس گفتن از نظر اونها تصادفی نیست و یکی از قوی‌ترین استدلال‌هاشونه که پاراکلیت یک پیامبر انسانیه. این بحث پاراکلیت واقعاً بحث عمیقیه. اما منابع فقط به عهد جدید محدود نشدن، درسته؟ یعنی به متون خیلی قدیمی‌تر، به تورات یا عهد عتیق هم ارجاع میدن. بله، اونها میرن سراغ یکی از مهمترین پیشگویی‌ها توی کتاب مقدس، کتاب سفر تثنیه فصل 18 آیه 18. توی این آیه خداوند از زبون حضرت موسی میگه من برای ایشان نبی را از میان برادرانشان مثل تو برمیانگیزانم و کلام خود را در دهان او خواهم گذاشت. خب، این آیه مثل یه چکلیست میمونه. 3 شرط اصلی داره. اول اینکه پیامبر آینده باید مثل موسی باشه. دوم، باید از میان برادران بنی اسرائیل باشه و سوم، خدا کلامش رو در دهان او میگذاره. بیاین اینها رو بشکافیم. چطور ممکنه حضرت محمد مثل موسی باشه در حالی که خب مسیحیان معتقدن حضرت عیسی جانشین موسی بود؟ این دقیقاً همون نکته‌ایه که این منابع روش دست میگذارن. اونها یک مقایسه جز به جز بین زندگی این 3 شخصیت انجام میدن تا نشون بدن شباهت‌های محمد و موسی از شباهت‌های عیسی و موسی خیلی بیشتره. خب اولی شباهت چیه؟ تولد. هم موسی و هم محمد به صورت کاملا طبیعی از پدر و مادر متولد شدن، اما تولد عیسی طبق هر دو روایت اسلامی و مسیحی معجزه آسا بود، بدون پدر انسانی. جالبه. مورد بعدی زندگی خانوادگیه، درسته؟ بله، هر دوی اونها یعنی موسی و محمد ازدواج کردند و صاحب فرزند شدند. یه زندگی خانوادگی کاملا عادی داشتن، اما عیسی در طول زندگیش مجرد موند. و از نظر مرگشون چطور؟ باز هم شباهت هست. موسی و محمد هر دو توی سنین پیری و به مرگ طبیعی از دنیا رفتن و به خاک سپرده شدن. اما سرنوشت عیسی طبق باور مسیحیان عروج به آسمان بوده. تا اینجا تفاوت‌ها بیشتر توی چرخه زندگی شخصی بود. اما یک تفاوت کلیدی دیگه هم هست در مورد نقش اجتماعی و سیاسیشون. و این شاید مهمترین بخش مقایسه باشه. ببینید، موسی فقط یک پیامبر نبود.
اون رهبر قوم بنی اسرائیل، قانونگذار، قاضی و فرمانده نظامی هم بود. او یک ملت رو رهبری کرد. محمد هم دقیقاً همین نقش‌ها رو داشت. اون توی مدینه یک حکومت تشکیل داد، قانونگذاری کرد و رهبر سیاسی و نظامی جامعه‌اش بود. در حالی که حضرت عیسی به صراحت گفت پادشاهی من از این جهان نیست. یعنی بیشتر روی جنبه معنوی و روحانی رسالتش تمرکز داشت. دقیقاً. و این به آخرین نکته میرسه، آوردن شریعت یا قانون جدید. موسی شریعت رو برای بنی اسرائیل آورد و محمد هم شریعت اسلام رو. اما خود عیسی توی انجیل متی میگه گمان مبرید که آمدم تا تورات را باطل سازم. نی آمدم تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. اون برای تکمیل شریعت موسی اومده بود، نه آوردن یک قانون کاملا جدید. پس اساس استدلال اینی که پیشگویی پیامبری مثل تو فقط یک پیشگویی معنوی نیست، بلکه انگار یک جور شرح وظایف برای پیامبر بعدی که شامل رهبری سیاسی، قانونگذاری و داشتن یک زندگی عادی انسانی هم میشه. و از این منظر شباهت محمد به موسی بیشتر از عیسی است. خلاصه استدلالشون همینه. اونها میگن اگر این پیشگویی در مورد عیسی بود، باید میگفت پیامبری برخلاف تو. خب بریم سراغ شرط دوم توی اون آیه، از میان برادرانشان. وقتی میگه برادران بنی اسرائیل، اولین فکری که به ذهن میاد اینه که خب منظور قبایل دیگه بنی اسرائیله. اما این منابع تفسیر دیگه‌ای دارن. این برادری رو به جد بزرگشون یعنی حضرت ابراهیم برمیگردونن. بله، اونها به شجره‌نامه ابراهیم نگاه میکنن. ابراهیم 2 پسر اصلی داشت، اسحاق و اسماعیل. بنی اسرائیل نوادگان یعقوب هستند که پسر اسحاقه. پس اونها فرزندان اسحاق محسوب میشن. خب فرزندان اونها کی میتونن باشن؟ فرزندان پسر دیگر ابراهیم یعنی اسماعیل. دقیقاً. فرزندان اسماعیل یعنی اسماعیلیان یا همون اعراب. که حضرت محمد هم از نسل اسماعیل هستند. پس عبارت از میان برادرانشان به جای اینکه به یک پیامبر یهودی اشاره کنه، داره به یک پیامبر از نسل اسماعیل اشاره میکنه. این تفسیریه که منابع ما ارائه میدن. اونها میگن اگر منظور یک پیامبر از خود بنی اسرائیل بود، متن باید میگفت از میان خودشان یا از میان شما، نه از میان برادرانشان. و شرط سوم و آخر آیه، کلام خود را در دهان او خواهم گذاشت. این هم که دوباره برمیگرده به همون مفهوم وحی که قبلا در مورد پاراکلیت صحبت کردیم. بله، و یک نکته ظریف دیگه هم اینجا هست. در ادامه همون فصل از سفر تثنیه میگه اون پیامبر به نام من سخن خواهد گفت. نویسندگان این منابع به یک ویژگی منحصر به فرد قرآن اشاره میکنن. هر سوره از قرآن بجز سوره توبه با عبارت بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان شروع میشه. اونها این رو تحقق کلمه به کلمه اون پیشگویی میدونن. خیلی جالبه که چطور این استدلال‌ها مثل قطعات پازل کنار هم چیده میشن. ما از قرآن شروع کردیم، به انجیل یوحنا رفتیم و بعد به سفر تثنیه در تورات. اما یک بحث خیلی خاص و شاید جنجالی هم توسط شیخ احمد دیدات مطرح میشه که به خود نام محمد در کتاب مقدس میپردازه. بله، این یکی از عجیبترین و در عین حال جسورانه ترین ادعاهای مطرح شده در این منابع است. شیخ دیدات بحث رو از زبان شناسی شروع میکنه. او میگه وقتی ما متون مقدس رو میخونیم، اغلب با ترجمه ها سر و کار داریم و توی فرایند ترجمه خب ممکنه مفاهیم و حتی اسامی تغییر کنن. مثلا اسم عیسی در زبان هبری یسوع بوده که بعدها توی زبان لاتین شده جیزس. خب این یک امر طبیعی توی ترجمه است. نکته اصلی ادعای او چیه؟ اون پا رو فراتر میگذاره و ادعا میکنه که خود نام محمد به صورت مشخص توی متن عبری عهد عتیق وجود داره، اما در ترجمه ها به صورت یک صفت ترجمه شده و در نتیجه هویت اصلیش گم شده. صبر کن ببینم، یعنی این منابع میگن اسم محمد مستقیما توی عهد عتیق اومده ولی توی ترجمه ها گم شده؟ این ادعای خیلی بزرگیه. به کدوم بخش از کتاب مقدس اشاره میکنن؟ اونها به کتاب غزل‌های سلیمان فصل 5 آیه 16 اشاره میکنن.
توی این آیه عروس داره معشوق خودش رو توصیف میکنه و در پایان توصیفاتش توی متن اصلی عبری میگه هکو منتقیم و خلو مخمدیم. بخش آخر این جمله مخمدیم هست که به انگلیسی ترجمه شده altogether lovely یا او به کلی دوست داشتنی است. خب کلمه محمدیم چه ارتباطی با اسم محمد داره؟ شیخ دیداد استدلال میکنه که محمد در زبان عبری به معنای دوست داشتنی، مطلوب یا ستوده است. اون پسونده‌ای هم در عبری علامت جمعه، اما او توضیح میده که این پسوند گاهی برای نشون دادن احترام و بزرگی هم به کار میره، مثل کلمه الوهیم که برای خدا به کار میره. پس محمدیم میتونه به معنای شخص بسیار ستوده یا حتی محمد بزرگ باشه. در واقع او ادعا میکنه که این یک اسم خاصه، نه یک صفت. این خیلی عجیبه. آیا توضیح میدن که چرا مترجم‌ها باید همچین کاری کرده باشن؟ یعنی یک اسم خاص رو به عنوان یک صفت ترجمه کنن؟ استدلال اونها اینه که مترجما چون دنبال یک پیامبر به این نام نبودن، به طور طبیعی کلمه رو بر اساس معنای لغویش یعنی دوست داشتنی ترجمه کردن و متوجه نشدن که ممکنه به یک اسم خاص اشاره داشته باشه. این بحث به شدت فنی و زبان شناختیه و البته مخالفان زیادی هم داره. اما به عنوان یکی از جزئیات بحث نشون میده که این نویسنده ها تا چه حد در متون مقدس دقیق شدن تا استدلال خودشون رو پیدا کنن. خب ما امروز واقعاً یک شیرجه عمیق زدیم. از قرآن شروع کردیم، با بشارت عیسی به آمدن احمد رو دیدیم، بعد به انجیل یوحنا رفتیم و دیدیم چطور این منابع پاراکلیت رو نه روح القدس بلکه یک پیامبر انسانی مثل حضرت محمد تفسیر میکنن و در نهایت به تورات رسیدیم و پیشگویی یک پیامبر مثل موسی از میان برادران بنی اسرائیل رو بررسی کردیم. نکته کلیدی که از کنار هم قرار دادن اینها به دست میاد، یک چارچوب الهیاتیه. در این چارچوب پیامبریت حضرت محمد یک رویداد منفرد و جدا از تاریخ ادیان ابراهیمی نیست، بلکه اوج و تکمیل یک زنجیره طولانی از نبوته که ریشه در پیامهای موسی و عیسی داره. این دیدگاه به دنبال ایجاد یک حس تداوم، پیوستگی و در نهایت تکمیل رسالت الهی است. این منابع نمیگن ادیان قبلی اشتباه بودن، بلکه میگن پیام نهایی اونها را تایید و کامل کرده. و به عنوان یک فکر نهایی برای شما که به این گفتگوی ما گوش دادید، این منابع استدلال می‌کنند که پیام حضرت محمد در اصل احیا کننده و تایید کننده همون پیام توحیدی و خالص پیامبران پیشین مثل موسی و عیسی بوده.